این فرد همان شهرام امیری محقق و پژوهشگر ایرانی است که 1 سال پیش ناپدید شد. اما امیری چگونه ربوده شد و الان کجاست؟ شرح ماجرا از زبان خود وی. به نام خدا، امروز سه‌شنبه 17 فروردین 1389 مطابق با 5 آپریل 2010 من شهرام امیری، کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همکنون در شهر توسان در ایالت آریزونای کشور آمریکا هستم که در تاریخ 13 خرداد 1388 در یک عملیات مشترک بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی از شهر مدینه منوره دزدیده شدم و منو به یک خونه‌ای در یک جای نامعلوم در داخل کشور عربستان منتقل کردن و در داخل این خونه به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردن که وقتی که من به هوش اومدم پهن‌پیکر آمریکایی و در مسیر کشور آمریکا هست. اما امریکایی‌ها در این مدت چه درخواستی از شهرام امیری، این محقق و پژوهشگر ایرانی داشتند؟ در طی 8 ماه که در واقع من در کشور آمریکا نگهداری شدم، تحت شدیدترین شکنجه‌ها و فشارهای روحی گروه‌های بازجویی سازمان اطلاعاتی آمریکا قرار گرفتم و هدف اصلی و فشار اصلی که این تیم‌های بازجویی و در واقع شکنجه به من وارد می‌کردن، هدفشون این بود که از من این درخواست رو داشتن که من در یک مصاحبه تلویزیونی با یکی از خبرگزاری‌های کشور آمریکا ادعا کنم که من فردی مهم در برنامه هسته‌ای ایران بوده و به درخواست خودم به کشور ایالات متحده آمریکا پناهنده شدم و در این فرآیند پناهندگی من یک سری مدارک و اسناد خیلی مهمی رو از کشورم به همراه یک لپتاپ که حاوی اسرار محرمانه برنامه هسته‌ای نظامی ایران هستش رو به کشور آمریکا منتقل کردم. امریکایی‌ها چرا می‌خواهند شهرام امیری را وادار کنند تا وی به دروغ بگوید اطلاعات مهمی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارد؟ هدف اصلی از این قضیه فشار سیاسی به کشور جمهوری اسلامی ایران و در واقع محکوم کردن و اثبات دروغ‌هایی هستش که کشور آمریکا مدام در واقع بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران داره مطرح میکنه. این محقق ایرانی در این نوار تصویری چند دقیقه‌ای درخواستی هم از سازمان‌های بین‌المللی داشت. در اینجا از سازمان‌ها و بخش‌هایی که در ارتباط با حقوق بشر و در ارتباط با مسائل آزادی اسیران در سایر کشورها فعالیت میکنن این درخواست رو دارم که موضوع من رو با جدیت پیگیری کنن، چرا که واقعا من به ناحق از یک کشور ثالث دزدیده شده و به کشور آمریکا آورده شدم و درخواستم این هستش که تمام تلاش و توان خود رو جهت آزادی من و برگشتن من به کشور عزیزم ایران انجام بدن. و صحبت شهرام امیری با خانواده‌اش. در اینجا روی سخنم با خانواده عزیزمه. اگر روزی در واقع این سخنرانی من رو دیدن و این صحبت‌های آخر من رو شنیدن، ازشون خواهش میکنم که صبور باشن. صحبت‌های این محقق ایرانی که با روشی خاص به دست دستگاه‌های اطلاعاتی ایران رسیده، روشن‌ترین سند در خصوص ربایش وی به وسیله امریکا و با همکاری دولت عربستان است. این فیلم همچنین سندی منحصر به فرد است که نشان می‌دهد مجموعه ادعاهای امریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران سندسازی بی‌ارزشی بیش نیست. اکنون دولت آمریکا باید پاسخگوی این آدمربایی آشکار